استاد سوال من برای طالب علم خیلی تقسیم کردن وقت که وقت ما همه عبادت و مثلا طلب علم به کدوم وقت بهتر برای طالب علم برای تکرار کردن درس؟ خواهر قربانای از شاگردای ما هستن درس وزمینشون کرده استاد از خواهرها و گفته علمی بلاغت تعریض کرده استادن که با درسای شما ما چه خیل کنیم که رسیدگی کرده توانیم. خواهر قربانای راه علم راهی آسان نیست تماما. برای اینکه طالب علم شوید از خواب میکشید. خواهر قربانای آدمی که طالب علم است به نزدیکی شاید ضعیف باشد. شیخ کشک بودن یک روایت رو میگفتن که میگوین به یحیی علیه السلام گفته می شود که کم خور، وای که اگر خیلی زیاد خوردی دیگر جسمت تنبل می شود و خواب آلود می شوی، از ذکر الله می مانی. طالب علمی که می خواهد درس بخواند حتما باید خوابش کم باشد، خوردنش کم باشد، آمیختگی با مردم کم باشد. وقتی مهمانی زیاد داریم، وقتی با یک خوراک نبود چند نمود حتما باید خوراک خوریم، وقتی زود خوراک خوردن میگیریم، وقتی میگیم 8 ساعت خواب نروم من عموما سرم چرخ میزند، وقتی گفته من با دوگانه هایم در یک روز نیم ساعت 1 ساعت گپ نزنم من دلم میکفد، در این وقت از ما طالب علم نمیبراید. برای همین داوود ظاهری اگرچه در مذهبشون گپ‌های آمیخته خیلی زیاد است اما به هر حال عالم زمان خود بودن که از کتاب‌های بهترین دارن المحل بالآثار که 4 مذهب با دلیلش ذکر کردگان، بعد از 30 سالگی به طلب علم میچسبند و مردم را ترک کرده بیرون از شهر برای خود یک خانه‌چه میسازند و فقط مشغول خواندن و نوشتن میشوند. طالب علم وقتی که زیاد با مردم، یعنی مردمی که با علم مشغول نیستند، مردمی عادی زیاد رفت آمد دارد، این رفت آمدها برکت وقتش رو میگیرد. خیلی گفتم حتما باید نصفه شب سحری، بعضی خواهران میپرسند شما چه وقت توانسته بودید قرآن حفظ کنید؟ خواهران عزیز همیشه 2 شب میخستم من از خواب برای اون که قرآنم را حفظ کنم و روزانه رفته به استاد سپارم. اگر 2 شب نخیزم روزانه با دانشگاه و با کار خانه و کودک و دیگر چیزها هیچ وقتم نمیشد. یعنی حتما از خوابتان کنید برای خود. اگر 1 ساعت شما نصفه شب بیدار شدید و کودک و خواب هستند درس خوانید، 1 دنیا میخوانید. اگر در 1 روز برای 3 بار به جای 3 بار خوراک خوردن گفتید 1 بارش رو نمیخورم من همون بعضی کارهای خانه رو در آن وقت میکنم، شما 1 دنیا وقت برای خودتان یک جا میگذارید. آدم های هستند که فقط گپشون تکراری هست، پوچ بی‌معنی هست، با چند نفرشون خودتان را مسافه گرفتید، گفتید من با فلانی کمتر گپ میزنم. گروه های هست حاضر، خداوند برکتشون رو کم کنن، گروه های پوچ بی‌معنی که خیشو جمع میشون، هم صنفو جمع میشون، گپای زیاد میزنن، از اونها دور شدید. شما وقت برای خود حتما جدا میکنید و یک چی خوانده و پیشروی کرده میتوانید. یعنی باید فکر کنید که چه چیزها، و البته که قانون الله و اتقوا الله یعلمکم الله، شما تقوا کنید، از گناه دور شوید و با نیت خالص با عملهای ثواب رضایت الله را دریافت کنید. پروردگار ذهن تیز میدهد.